اما در مورد روش های استفاده دارو که به هر حال توی دامپزشکی و همچنین توی پزشکی ما خیلی باهاش برخورد میکنیم، یک روش خوراکی داریم که عمدتاً با علامت‌های اقتصادی پی او و پر اوس نشون داده میشه که عمدتاً یک سری اصطلاحات لاتین هستند که یا به صورت اورال گفته میشه. هر مسیری هم که دارو از طریق اون مصرف میشه ممکنه که یک مزایایی داشته باشه، یک معایبی. در مورد خوبی های مسیر خوراکی اینه که یک مسیر خیلی راحتی هست، ایمن، مرسوم، خیلی اقتصادیه. ممکنه که در بعضی از حیوانات مشکلاتی داشته باشه. بعد ممکنه که شما بخواید مثلا دارو رو همراه با غذا به حیوان بدید تا بتونه استفاده بکنه، یا همراه آب شما میتونید این کار رو انجام بدید. بعد ممکنه که غذا باعث تحریک ترشح صفرا بشه و کمک میکنه به حل شدن داروهای چربی دوز تا جذبشون افزایش داشته باشه. این چون میدونید که صفرا زمانی ترشح میشه که، یعنی بیشتر ترشح میشه که ما غذای پرچرب بخوریم و داروهایی هم که محلول در چربی باشن این میتونه به وضعیتش کمک بکنه. منتها عیبی که داره ممکنه که به هر حال دارویی که خوراکی مصرف بشه در محیط اسیدی معده و همچنین توسط آنزیم‌های گوارشی تخریب بشه و بعد آنزیم‌های باکتریایی نشخوار کنندگان میتونن دارو رو غیر فعال بکنن، اثرش رو از بین ببرن. بعد ممکنه دارو بیاد موکوس دستگاه گوارش رو تحریک بکنه، باعث استفراغ، اسهال و حتی حالت تعوق بشه. ممکنه که دارو به غذا بچسبه و جذبش دچار مشکل بشه، جذبش کم بشه، همراه غذا از بدن دفع بشه بره. بعضی از داروها هم هستن که وقتی خوراکی مصرف میشن وارد دستگاه گوارش میشن عمدتا دچار فرست پس افکت میشن، یا اصطلاحا اثر عبور اول در موردشون اتفاق میفته، مثل پروپونان. یعنی وقتی که وارد دستگاه گوارش میشن، قبل از اینکه وارد جریان خون بشن توسط موکوس گوارش و کبد متابولیزه میشن که این اثر رو بهش میگن اثر عبور اول. بیشتر وقتی که دارو میخواد جذب بشه از دستگاه گوارش، وارد ورید، یعنی اون از طریق ورید پورت وارد کبد میشه و توی کبد عمدتاً چون خاصیت کبد این هست میاد دارو رو یه مقدارش رو از خون ور میداره. یعنی این وان پس افکت یا فرست پس افکت بهش میگن که انگار یه عوارضی از دارو گرفته میشه که این یه خورده در مورد کاهش اثرات دارو ممکنه که نقش داشته باشه، که در مورد خیلی همه داروها اتفاق نمیفته. برای مثال مثلا پروپرانول همچین اثری رو ممکنه که در موردش ما ببینیم. بعد جزء عیب‌های روش خوراکی اینه که شما وقتی آنتی بیوتیک رو به صورت خوراکی استفاده می‌کنید ممکنه که بیاد اون مشکلات گوارشی ایجاد بکنه. یعنی اتفاقی که میفته آنتی بیوتیکا وقتی استفاده میشن به صورت خوراکی ممکنه که هم توی انسان اتفاق میفته، هم توی مخصوصا نشخوار کنندگان که خیلی اوضاع رو ممکنه که به هم بریزه، و حتی توی تکمیده‌ای ها در حیوانات هم ممکنه که مشکلاتی رو ایجاد بکنه. روش دوم استفاده داروها روش رکتال هست که عمدتاً این روش به هر حال یه محدودیت هایی براش وجود داره که ما مثلا در حیواناتی که مشکلاتی دارن مثل حالت های اسهالی و اینا نمیتونیم استفاده کنیم، ولی در شرایطی که یعنی بیشتر مزایایی داره روش رکتال، و اون اینه که وقتی حیوان بیهوشه نمیتونه چیزی رو ما خوراکی بهش بدیم از طریق دستگاه گوارش، و یا اینکه تهوع داره شما باز نمیتونید دارویی رو به صورت خوراکی بهش بدین، عمدتاً روش رکتال خیلی روش خوبی هست. بعد منتها خب یه خورده مثلا جذبش متفاوت تره نسبت به روش های دیگه. بعد
خب منتها البته نسبت به روش داخل عضلانی جذب آهسته تری داره، ولی نسبت به جذب خوراکی در مورد بعضی از داروها که ممکنه جذبشون نامنظم باشه وقتی خوراکی استفاده میشن، عمدتا روش رکتال روش خوبیه. مثلا شما دیازپام، فینیتوئین رو وقتی خوراکی استفاده میکنید ممکنه که جذبش نامنظم باشه، یعنی ما خیلی مطمئن نباشیم که چه غلظتی از دارو در اختیار ما قرار میده. این روش خوبی هست. به اضافه این که روش رکتال با توجه به این که انتهای دستگاه گوارش هست، اینجا اثر عبور اول رو ما به اون شکل نداریم، چون ناحیه رکتال اون خونی که یا وریدهایی که این ناحیه رو خونش رو زه کشی میکنن وارد پورت نمیشن که وارد کبد بشه، اونجا فورس پاسیفیک اتفاق میفته. عمدتاً به کودال ونا کاوا وارد میشن که مستقیما وارد قلب میشه. پس ما در بحث رکتال با توجه به این که باز جزء مسیرهای مصرف دارو به صورت گوارشی به حساب میاد، ولی بحث اثر عبور اول رو نداریم، مگر اینکه دیگه استفاده رکتومی خیلی البته بستگی داره کجای رکتال این یا ناحیه رکتوم این مصرف دارو یا تماس دارو باشه که این اثر عبور اول عمدتاً خیلی خیلی کمتر میشه. روش‌های تزریقی رو داریم، باز ممکنه وریدی، داخل عضلانی، زیرجلدی، داخل سفاقی، نخاعی و سابدورال باشه که باز اینم مربوط به نخاع میشه. مزایاش اینه که شما میتونید اگر انتظار دارید که دارو اثرش سریع دیده بشه، میشه از همین روش‌های تزریقی استفاده کرد. حیوان اگه بیهوش استفراغ میکنه خیلی روش خوبیه دیگه وقتی که شما نمیتونید دارو رو خوراکی بدید. و اینکه روش‌های مخصوصا داخل وریدی وقتی دارو استفاده میشه جذب دارو خیلی یک نواخته، یعنی شما 100% دارو رو وارد جریان خون میکنید و همچنین قابل پیش بینیه. بعد در مورد تزریق عضلانی و زیرجلدی هم به این شکل تقریبا میشه مطمئن بود. و اینکه میتونید بعضی از ترکیبات مثل بیسکوندهای موضعی رو از این طریق استفاده بکنید که به هر حال جز روش‌های خیلی مرسوم و قابل توجه هست. منتها عیبی که روش‌های تزریقی داره اینه که حتما شما باید بحث ضد عفونی رو در نظر بگیرید تو محل تزریق، استریل بودن داروها، و اینکه ممکنه درد وجود داشته باشه در محل تزریق. ممکنه که وقتی مثلا شما میخواید تزریق عضلانی انجام بدید، دارویی که نباید وارد خون بشه ممکنه وارد خون بشه که مشکلاتی ایجاد میکنه. بعد در روش‌های تزریق مخصوصا روش‌های وریدی سرعت تزریق داروها خیلی مهمه. اگر سرعت بیشتر باشه ممکنه که حیوان دچار مشکلات قلبی عروقی بشه. به اضافه اینکه در بحث حیواناتی که گوشتشون مورد مصارف غذایی انسان هست، وقتی تزریقات عضلانی صورت میگیره اون در محل تزریق عمدتاً رنگ گوشت تغییر میکنه، ممکنه که آبسه تشکیل بشه که یه خورده ارزش لاشه رو میاره پایین، یعنی شما نزدیک کشتار حیوان بخواید این تزریقات رو انجام بدید این مشکلات ممکنه وجود داشته باشه. بنابراین یک مسائلی رو در قبل از کشتار در مورد استفاده داروها برای حیواناتی که برای مصارف غذایی انسان هستن باید در نظر گرفته بشه که در ادامه خواهیم گفت. استفاده پوستی یا موضعی دارو وجود داره که عمدتاً توی این وضعیت هم هر چقدر دارو حلالیت در چربی بیشتری داشته باشه میتونه بهتر جذب میشه. منتها باید بدونی که اگر پوست جای آسیب دیده باشه یا خراشیده شده باشه ممکنه که جذب دارو از اونجا بیشتر اتفاق بیفته. بعد حیواناتی که پوست نازک دارن بعد میشه ترکیبات ضد التهاب استروئیدی مثل کورتیکوستروئیدها رو به این شکل استفاده کرد. حتی
در مورد پوستی یا موضعی استفاده داروها، چیزی که وجود داره عمدتاً یکی از روش‌های خیلی ساده‌ای که وجود داره، داروها رو به صورت پوران استفاده میکنن، یعنی میپاشن روی حیوان. البته پوران و اسپاتان که بعداً هم دو تا اصطلاحی هست که در موردش ما صحبت خواهیم کرد، بیشتر برای داروهای ضد انگل یا ضد کرم‌ها یا داروهایی که به عنوان ضد کرم استفاده میشن، مثل لیوامیزول، لاکتون‌های ماکروسیکلیک که وجود دارن، باز در موردشون صحبت خواهیم کرد. عمدتاً این روش خیلی خوبیه. روش استنشاقی هم باز جزء روش‌هایی هست که داروها به این شکل استفاده میشن، مثلا ما بیهوش‌کننده‌های گازی شکل یا ترکیباتی که فرار هستن مثل ایزوفلوران رو به این شکل استفاده میکنیم و با توجه به اینکه ناحیه سطحی ریه‌ها جریان خون زیادی رو داره، یعنی پرفیوژن خون زیاد هست، پاسخ عمدتاً سریع رو ما به دنبال استفاده از این روش داریم که حیوان مثلا اگر میخواید بیهوش بشه فوری اتفاق میفته و بعد اگر ما استفاده داروی بیهوشی رو هم قطع بکنیم، عمدتاً این مسیر قابل برگشت هست.